آقا به خدا به جون مادرم دلم نمی اومد اینو بگم، ولی خب میگم. خدا ایشالله خیرش یه جا دیگه تو زندگی من برمیگردونه. میای اینجا تو مارکت دو تا سقف پیدا میکنی، سقف دومی اولیو نزده باشه. میبینی این ناحیه کفشو، بلاک کفشو مشخص میکنی، به این میگم میتیگیشن بلاک. این آخرین بلاک کف. وای میسی قبل از اینکه این سقف زده شه بیاد این کفو بزنه، زیرش کلوز بده، تو پولبکش ورود میکنی به تارگت کف سر راهت. استاپ کجاست؟ پشت همین سقف دوم. این یکیش. حالا این ور نگاه کن، برعکسش. دو تا کف پیدا میکنی، کف دومی نباید اینو زده باشه. بلاک آخرش مشخص میکنی، بالاش کلوز میده، پولبک میزنه به تارگت اولین سقف سر راهت. دوباره اینجا رو نگاه کن، دو تا سقف دومی اولیو نزده، بلاک کفشو مشخص میکنی، میاد اینجا زیرش میشکنه، پولبک بهش میزنه به تارگت کفای سر راهت. حالا ببین یه ویدیو بک تست کامل ازش آماده کردم، این بک تستش رو چارت. دو سه تا نکته ریزم داره. عدد 5 کامنت کن، واسط میفرستم ویدیو رو، برو استفاده کن. لایک و شیرم یادت نره.